سلام ما توی یوکوهاما هستیم. من امروز اومدم که موهامو رنگ کنم و امروز هم میخوام که کل پروسه رنگ مو و کلا اینکه چجوری تو ژاپن انجامش میدن و براتون فیلم بگیریم. داریم میرسیم به آرایشگاه. اسم آرایشگاه هم گوریلا بیسکیته، بیسکویت گوریلایی یا گوریلا بیسکویتی و اصلا کلا چون تو کار رنگم به طور تخصصی میبینیم که آرمش هم کلا رنگی در آوردن. خب قبل از هر کاری نمونه عکسایی که از رنگ مویی که میخوام توی گوشیم سیو کردم بهش نشون میدم. بعد دستیارش میاد که پرپای اولیه قبل از رنگ مو رو شروع کنه روی موهام. تست فویل. ببینین فقط برای محافظت از لباس که لباست مطلقا رنگی نشه چند تا لایه حوله و اینها دور من میپیچن. این شماره 1، این شماره 2، این شماره 3 و اینم شماره 4. یعنی عمرن دیگه لباستون تو این پروسه به هیچ عنوان رنگی بشه. ببینید چقدر ظریف موها رو از اون تو در میاره. خب اینجا هم داره برام روگوشی میزنه که حتی گوشم هم خدایی نکرده یکم رنگی نشه. بله موریتوسون در حال تولید محتوا هستن برای پیج اینستاگرامشون. خب میریم که راند اول بلیچ رو شروع کنیم. یعنی فقط این شات هوایی کیوان که من نمیدونم چطوری فیلم برداریش کرده. همونطور که میبینین سری اول بلیچ رو فقط روی بخش سیاه موهام گذاشت و اتفاقا خیلی هم دقت میکرد که اصلا روی بخش طلایی مو نره. تا یه دور از بالا تا پایین بزنه بلیچو، موهای بالای من دیگه تقریبا 80-90% رنگ باز کرده بود. کم برای فیلم برداریمون نمک بریزم. اینجا هم دیگه بخش ظرافتکاری قضیه است که دارن چک میکنن اون حد فاصله بین موهای طلایی سیاه کامل گرفته باشه. بله دوباره یه شات هوایی داریم از فیلم بردار. فقط عاشق اینم که موهای روشن رو پاک میکنن که بلیچ روش نیاد، در حالی که حالا قرار جلوتر روش دوباره بلیچ بذارن. ولی خب دقت و ظرافت این همین دیگه.
اینجا ببینین چقدر دقت داره. براش مهمه که این حالا این تیکه کاغذی که میذاره روی موم از این ور باشه یا از اون ورش باشه. خب ادامه تولید محتوا برای پیج اینستاگرام موریتوسان. خب اینجا هم موریتوسان داره شماره رنگ‌های مورد نیازش که میخواد بزنه رو داره میگه که از الان دستیار شروع کنه به خونی کردن. اینجا هم که دیگه چک های نهاییه، داره چک میکنه که اگه به اندازه کافی بلیچ هست و همه چی اوکیه دیگه ببنده بذاره که موها رنگ باز کنن. خب فویل بندی هم کرد که دیگه بره که یه کم بمونه تا بلیچش کامل رنگ باز کنه. اینجا دارم از آقای میپرسم که حدوداً چقدر باید این بمونه تا رنگ باز شه، که خب پسره چون دستیاره نمیدونه گفتش که میگه که من برم از موریتو بپرسم و بیام بهت بگم. بعد داره ازم راجع به نوشیدنی میپرسه، چون معمولا توی آرایشگاه‌های ژاپنی مثلا وقتی پروسه خیلی طولانیه یه نوشیدنی برات میارن، حالا معمولا قهوه و چای سبز و اینها دارن، خیلی آپشن هم زیاد نیست. موریتوسان میگه که برای کامرامنم نوشیدنی سفارش بده که بیاریم برات اینا. انقدر رو گوشم لایه لایه چیزه صدای پسر نمیشنوم. خب کیوانم همون هات کافی میخوره با من. خب موریتوسان برگشت و داره بهمون میگه که این سری باید حدوداً 30 دقیقه بمونه موها. چون قراره خیلی طولانی اینجا باشیم نیاز به ادویه داشتیم که انرژی بگیریم، چون الان ظهرم اصلا 12 ظهر دیگه کیوان رفت برامون خوردنی گرفته، یه دونه ساندویچ گرفتیم، اینم یه دونه اسپرینگوله و دیگه بخوریم یکم انرژی بگیریم دیگه چیکار کنیم. خب یه 30 دقیقه گذشته، الان موریتوسان داره چک میکنه که اگه همه چی اوکیه بریم برای دور دوم بلیچ.
اینجا هم داره به ترتیب اول کاغذها رو برمیداره و تو مرحله بعد هم میره که فویل ها رو برداره. بله آقای فیلمبردار داریم این صحنه. برگردم ادامه خوردنم. خب بریم برای دور دوم بلیچ. یه فرقی که این دور در واقع دور دوم با دور اول داره اینه که تو دور اول بلیچو خیلی به پوست سر نزدیک نکرد، یعنی موها رو خیلی از ریشه بلیچ نکرد، ولی تو دور دوم دیگه کامل تا پوست سر بلیچ گذاشت. ازش پرسیدم که این سری باید چقدر بمونن بودن و گفتش که این سری باید حدوداً 15 دقیقه بمونن. بعد این پنبه هایی که میذاره که در واقع سلفون روی سر نگه دارن خیلی بامزه است. به نظرم یکم نمدارم بود، یه پنبه نمداری بود که گذاشت اینجا که این سلفون رو روی سر نگه داره. خب این دفعه 15 دقیقه است، دفعه قبل 30 دقیقه بود. اسم چی بود؟ اینجا بهشون بگیم میسوزه، البته که اینا میگن که این مقدارش طبیعیه، ولی اگه بگی که مثلا از این حد طبیعی بیشتر داره مثلا اذیت میشم، میان پیشت و مثلا میان بالا سرت و مثلا حالا شونه میکنن یا مثلا ماساژ میدن و اینجوری نیست که مثلا یارو یه شونه کنه بره، مثلا میاد مثلا 10 دقیقه وای میسته این کارو انجام میده که مثلا این سوزش کم شه تا وقتی که موقع شستنش برسه. و بعد اینجوری هم که آقا بعد خجالت کشیدم مثلا اوکیه فلان این حرفا. یکی از مواردی که اینجا بابتش خانم‌ها میرن آرایشگاه برای استایل موهاشون هست، حالا یا یه دیتی دارن یا یه قرار کاری مهمی دارن یا هر چی که هست میان آرایشگاه موهاشون رو استایل میکنن. هزینه‌اش خیلی بالا نیست، یه هزینه معقولیه و خیلی سریع هم انجام میشه. خب 15 دقیقه شد، الان داریم میریم برای راند سوم و راند آخر بلیچ. نکته‌ای که این در واقع راند سوم بلیچ داره اینه که خیلی موها توش دیگه پفکی و نرم شده.
این بار دیگه قبل از اینکه ازش بپرسم خودش گفتش که یکی هم باید 15 دقیقه بمونه و بعدش می‌بینیم که موها رو بشوریم. یکم از خودم عکس بگیرم تولید محتوا کنم. چقدر همونجا در جام بعد بریم تو اینستاگرام استوریش کنیم. خب بعد این مرحله بعد که برای شستن داریم میریم، این بزرگترین فرق بین آرایشگاهی که من تو ایران با ژاپن تجربه کردم، یعنی اصلا یک اکسپریانس کامل متفاوته. بریم بهتون نشون میدم. خب اینجا موریتو-سان داشت برای پیج اینستاگرامش تولید محتوا میکرد و بعد یهویی انگار یادش افتاد که کیوان هم هست و بهش گفتش که بیاد و دقیقاً همون کاری که خودش برای تولید محتواش کرده بود و همون رو انجام داد که کیوان ویدیو بگیره. واو خیلی جذابه. خب پاشیم بریم موهامونو بشوریم. خب دستمالم گذاشت که آب رو صورتم نپاچه. بچه‌ها این سبک یا حالا استایل کلا شستن مو، این که دستمال میذارن روی صورت و این حرفا که دارین تو این ویدیو میبینین، این مخصوص این آرایشگاه نیستش. کلا تو ژاپن این سیستم آرایشگاه رو، این سیستم شستن مو رو تو همه آرایشگاه‌ها دارن. مسلماً آرایشگر به آرایشگر یه فرق‌هایی داره موقع شستن مو، ولی این استایلی که می‌بینین اینجوری که مثلا حالا صندلی رو میخوابونن یا اینجوری که از زیر سر مو رو میگیرن میشورن، اینا رو همشون تقریبا مشترکاً دارن. این ماساژی که موریتو-سان آخر شستشوی مو رو سر من انجام داد واقعا فوق‌العاده بود و یه نکته‌ای که داشتش این بود که تمام اون سوزش و اینکه پوست سرم یکم درد گرفته بود بابت بلیچ رو این ماساژ کاملا فیکس کرد. یعنی وقتی که ماساژ تموم شده بود من دیگه پوست سرم اصلا زغزغ نمی‌کرد و خیلی حس خوبی داشتش. Morito-sanのマッサージはどう？あ、一番いい。頭が嬉しいです。ありがとう。
ます。トイレは大丈夫です。あ、入れてもいいですか？いいですよ。ちょっと待ってください。حل. ممنون که تا اینجا همراهمون بودین و ویدیومون رو تماشا کردین. ادامه ویدیوی آرایشگاه رو تو پارت 2 براتون میذارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. به زودی میبینمتون. بای بای.